سلام علیکم تماشاچیان عزیز. این صندوقچه شما میبینید در داخلش یک چوجه 3 ماهه 3.5 یا 4 ماهه هست که ما اینو با پرورش گرفتیم. چوجه هست از شما میبینید. این چوجه علاقه 4 روز میشه که در دستی ما خیلی اهل شدگه. این تماشا کنین چوجه ها و فکر اندیشه خودتون رو بگیم برادران. این علاقه دون خورشیدگی دون میخره علاقه خودش. علاقه 4 روز شده 4 روز. این یک وزیر میبره خودش ای درونی صندوقچه ما برم برو ما یه در دستون میتیم تو یک هفته را در دستون میتیم برای اهل شدن دست گریز نشیدنش. اینوی دونده در درونش همه چی هست، همه نمودی موشای ارزنای کنجیتای دونه $1000 های. اینه چوجه مو علاقه دونه $1000 رو میخره، ارزن میخره، گندم موش فقط نخورده ایزاده یوزی کنجید دیگه همه چی رو میخوره. خلاصه چوجه اینه همین. خب اینه چوجه ها همین مایده حیوالی نو نولش بینین. نولش نو سرخ شده ایزاده، نو کم کم نولش سرخ شده. پاچه هاش بیخوشم مایده ها کنالی وای نشینه تقریبا 3.5 4 ماه های. نو کم کم مایلی فریاد میکنه ولی فریادی نشیده. خیلی همینه در تربیه گرفتی. همین چوجه هایی که وزیران همین چوجه ها رو اگر یا بیخش رو تربیه کنی برابر همون پرورو میشوند، رنگی پرورو میشوند. خلاصه چوجه همین. خیلی چوجه را دیدین با هاتیین لایک مونین پد پیسات کنین. ما با شماییم.